سلام دوستای عزیز حسن داستان، امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. امشب با یک داستان متفاوت در کنارتون هستم. با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت کنید و به بزرگتر شدن خانوادمون کمک کنید. دوستتون دارم، در پناه خدا باشید. بریم که با هم بشنویم داستان زندگی منیره. سلام، اسمم منیره است. من توی یه خانواده 8 نفره بزرگ شدم. 4 تا خواهر و 2 تا برادر دارم. بچه کوچیک خانواده‌ام. بابام با کامیون کار میکردن و مامانم هم بچه داری و خونه داری. چون بچه کوچیک خانواده بودم منو خیلی تحویل میگرفتن. داداش بزرگم اسمش ابوالفضله، خیلی زور میگفت و یه سر دنبال بهونه بود تا هممونو کتک بزنه. وقتی بابام میرفت جاده اون برای هممون بزرگتری میکرد، حتی برای مادرم. داداش دیگم عباس خیلی مظلوم بود و تو سری خور. ابوالفضل از هر بهونه استفاده میکرد که ما خواهرها و داداشمو تنبیه کنه. یه روز که بابام نبود خواهر بزرگم که اسمش معصومه بود و صدا کرد. اونم داشت درس میخوند. دیر جوابشو داد. خونمون 2 طبقه بود. از طبقه بالا ابوالفضل اومد پایین و موهای معصومه که بلند بود و گرفت و دور خونه چرخوندش و بعدم پرتش کرد و از خونه رفت بیرون. کلی گریه کرد و آخر گریهش گفت الهی خیر نبینه، سرم داره از درد میترکه. مامانم هم جرئت نمیکرد جلو بره، وگرنه با مامانم هم برخورد میکرد. خلاصه که هم زور میگفت و هم دست بزن داشت. یه روز دیگه خواهر دومی که اسمش منصور است همین بلا رو سر منصوره هم آورد و از مش گرفت و دور خونه چرخوند. وقتی منصوره رو پرت کرد جفت دندونای جلوش شکست. خواهر سومم محبوبه رو هم زیاد میزد، به حدی که مشکل قلبی پیدا کرد. عباسو هم خیلی کتک میزد که از بس اذیتش کرد به اعتیاد رو آورد. این وسط از همه کمتر من کتک خوردم، چون یا فرار میکردم یا وقتی بابام میومد به بابام میگفتم. یه روز که دنبال من بود که منو بزنه فرار کردم. رفتم تو دستشویی و در رو قفل کردم. بعد بهم کلک زد. به منصوره گفت برو به منیره بگو که من رفتم و بعد در حیاطو به دروغ باز کرد و بعدم بست، ولی بیرون نرفت. منصورم از بس ازش میترسید همین کارو کرد. اومد به در دستشویی زد و گفت منیره بیا بیرون. ابوالفضل رفت. قبل از اینکه در دستشویی رو بزنه صدای در حیاطو شنیدم. بعدش منصوره در رو زد و گفت بیا بیرون. ابوالفضل رفت. منم چون صدای در حیاطو شنیدم با خودم گفتم حتما رفته، ولی از کوچیکی حواسم به همه چی بود. با خودم گفتم اگه در رو باز کردم بلافاصله میرم سمت پله ها که برم طبقه بالا و همین کارو کردم که دیدم ابوالفضل پشت در دستشویی منتظر من بوده که منو بگیره و کتک بزنه و عمدن در حیاطو باز کرده و بسته که من فکر کنم رفته، ولی کور خونده. نتونست، چون من فرار کردم. همین که سمت طبقه بالا رفتم اونم اومد دنبالم. چون جلوی خواهر و برادرام کنفش کرده بودم بیشتر عصبانی شد. من میدویدم و اون میدوید. از طبقه بالا به پایین راه داشت. 3 دور این مسافت رو دویدیم و نتونست منو بگیره و کتک بزنه. دوباره رفتم تو دستشویی تا رسید جلو در. گفت بالاخره که میای بیرون. نیم ساعتی اون تو بودم. پام دیگه درد گرفته بود. خدا خدا میکردم یه مهمونی بیاد و زنگ خونمونو بزنه. نیم ساعت شد 1 ساعت. یهو دیدم یکی کلید انداخت و اومد تو خونه. نمیتونستم تشخیص بدم و بفهمم کیه. فقط بابام کلید داشت و ابوالفضلمون. یهو محبوب گفت سلام بابا. دیگه نفهمیدم چطوری از تو دستشویی بیام بیرون. تا درو باز کردم یهو بابام منو دید و پریدم تو بغل بابام. شروع کردم گریه کردن. همه اتفاقاتو برای بابام تعریف کردم. بابامم کمربندشو در آورد و شروع کرد ابوالفضلو به کتک زدن. گفت من که میرم بیابون قرار نیست بچه‌ها رو کتک بزنی که اینطوری دل بزنن و گریه کنن. حالا منم تو رو میزنم ببین خوبه یا نه. کلی ذوق‌مرگ شدم. دلم خنک شد که کتک خورد، چون هممون دل پری ازش داشتیم. چند تایی که بابام ابوالفضل با کمربند زد دیگه دست نگه داشت و چند قدمی اونورتر رفت که یهو داداشم رو کرد به من و گفت باز بابا میره، به حسابت میرسم. منم که خیلی خیره و جسور بودم دوباره به بابام گفتم و باز بابام کتکش زد.
این تنبیه ابوالفضل باعث شد که یکم آدم بشه و اذیتش کمتر. یه مدت خیلی رعایت میکرد، مخصوصا با من، چون میدونست آمارشو به بابام میدم. ما خونمون بزرگ بود و 3 دربند مغازه داشتیم که چون بابام خودشون با کامیون کار میکردن داده بودیم اجاره. یکی از مغازه ها میز و صندلی و وسایل اداری بود که توسط کسی که اون مغازه رو از بابام اجاره کرده بود اداره میشد که یه شاگردم داشت به نام یوسف. این یوسف بچه شهرستان بود. چون اینجا کسی رو نمیشناخت مجبور بود شب و داخل مغازه بخوابه. من هر روز که میرفتم مدرسه باید از جلوی مغازه رد میشدم. یوسف یه جوان قد بلند خوشتیپ و خوشگل و ورزشکاری بود. صبح که میرفتم مدرسه همیشه تو مسیر میدیدمش، چون اونم میرفت باشگاه. و موقع برگشت از مدرسه هر دفعه که رد میشدم از جلوی مغازش روی موتورش نشسته بود و به من نگاه میکرد. یه روز صبح که میرفتم مدرسه دیدم یه خانومی رو پشت موتورش سوار کرده و از کنار من رد شدن و اون خانوم برگشت و به من نگاه کرد. من تعجب کردم، چون میدونستم صبح باشگاه میره، چون با داداشای من رفیق بود و داداشام تو خونه صحبتشو کرده بودن. ولی اون روز جای تعجب داشت برام. منم چون خیلی پر انرژی و شاد بودم زیاد توی این قضیه نموندم و فکرمو درگیر نکردم، تا اینکه یه روز که از جلوی یوسف رد می شدم دیدم به من خندید. یوسف در عین حال که خوشگل و خوشتیپ بود پسری بود که همه به پاکی و نجابت قبولش داشتن. منم به خاطر تعریفایی که شنیده بودم مهرش داره به دلم میشینه و کم کم حسم داره بهش تغییر میکنه، چون ما 4 تا خواهر حتی جرئت نداشتیم برای خرید از خونه بیرون بیایم. تنها جایی رو که تنها میرفتیم مدرسه بود. اون زمانم سرویس نبود، مجبور بودیم پیاده بریم. خلاصه تو این رفت و آمدا کم کم حس کردم که دیدم و نگاهم داره نسبت به یوسف عوض میشه و جور دیگه ای دوستش دارم. ولی غافل از این بودم که من عاشقش شده بودم. از اون طرفم بابام بازنشسته شدن و چون مغازه خودشون اجاره داده بودن 2 تا خیابون پایین‌تر یه مغازه لوازم اداری زدن و یوسفم که تو کار خرید لوازم اداری وارد شده بود به بابام تو خرید خیلی کمک میکرد و همین باعث شد که بابام بیاد خونه و از یوسف تعریف کنه و همین باعث میشد که من بیشتر دوستش داشته باشم. ولی کار من از دوست داشتن گذشته بود. بعد جوری عاشقش شده بودم، هم دوستش داشتم هم شرم و حیا اجازه نمیداد که پا پیش بذارم و بخوام بگم که چقدر میخوامش. ساعتها میرفتم طبقه بالا و پشت پنجره وای میستادم که یوسف رو ببینم، چون اولین مغازه ما رو اجاره کرده بودن. وقتی جلوی در مغازه میایستاد دیده میشد. یوسف همیشه طوری وای میستاد که من قشنگ میدیدمش. بعضی وقتا که برمیگشت توی کوچه رو نگاه میکرد بند دلم کنده میشد، تا اینکه یه روز همونطوری که پشت پنجره بودم که شاید بیاد دیدم اومد سر کوچه. یه گرمی خاصی همه وجودم رو گرفت. خوشحال شدم که یهو دیدم به پنجره نگاه کرد. پنجرمون پرده نداشت و اون زمان کرکره می زدن. تنها کاری که کردم یکم با دستم کرکره رو دادم پایین که اونم منو ببینه، که خوشبختانه منو دید و یه لبخند دلنشینی زد. از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم. یوسفی که نگاه به هیچ دختر و زنی نمی کرد و من عاشقش شده بودم به من لبخند زد. دنیام عوض شد و حس کردم اونم از من خوشش اومده. تا اینکه یه روز صبح که داشتم میرفتم مدرسه یهو دیدم سر راهم اومد و دوباره به هم لبخند زد. سرشو به علامت سلام پایین آورد و منم سرمو تکون دادم. اون روز سر کلاس هیچی نفهمیدم، چون تمام هوش و حواسم پیش اون بود. لبخندای قشنگش، نگاههای سنگین و جذابش و اینکه یه حسی میگفت اونم منو دوست داره. چند روزی به همین منوال گذشت و میومد سر راهم و سر تکون میداد و لبخندی میزد و میرفت. حس کردم میخواد حرفی بزنه ولی ترس داره و شایدم اون حجب و حیاش اجازه نمیداد. تصمیم گرفتم براش نامه‌ای بنویسم و احساسمو نسبت بهش بگم. شروع کردم به نامه نوشتن. دستام میلرزید. تا حالا همچین کاری نکرده بودم. شاید چندین برگه نوشتم و پاره کردم تا غلطی نداشته باشم. نمیتونستم تسلط پیدا کنم تو نوشتنم. نمیدونستم کارم درسته یا غلط، ولی با هر بدبختی و استرس و دلهره بود بالاخره تونستم چند خطی بنویسم. وقتی احساسم رو روی کاغذ نوشتم حس کردم یکم سبک شدم.
صورتم گر گرفت. با خودم گفتم منیر داری چی کار میکنی؟ ولی دلم به عقلم میگفت که کارم درسته. بعد از اینکه نامه رو نوشتم مونده بودم کجا نگهش دارم، چون من و محبوب تقریبا وسایلمون کنار هم و با هم توی اتاق بودیم. رفتم زیر فرش قایمش کردم که صبح که میرم مدرسه نامه رو بدم به یوسف. بعد از خوندن درسام که اصلا چیزی ازش نفهمیدم یهو چشمام سنگین شد و خوابم برد. نفهمیدم کی خوابم برد که یهو از خواب پریدم، دیدم ساعت 1:07. سری لباسامو پوشیدم و برنامه درسیمو تو کیفم گذاشتم که مامانم اومد تو اتاقم و گفت کجا؟ گفتم وای مامان مدرسم دیر شد، ساعت 1:07 شده. دیدم مامانم داره میخنده. گفتم مامان من دیرم شده، شما میخندی؟ گفت الان ساعت 1:07 بعد از ظهره، برو لباساتو در بیار دختر یک گیج. تازه فهمیدم چه سوتی دادم. هنوز تو شوک بودم که یهو شیر فروش بوق زد که باید قابلمه رو میبردم شیر بگیرم. عادت داشتیم من و محبوب شبا نون و شیر میخوردیم. البته خواهرای دیگم هم گاهی وقتا میخوردن، ولی من و محبوب خیلی نون و شیر دوست داشتیم. برای همین شبا که شیری میومد من میرفتم قابلمه رو میبردم و شیر میگرفت. همونطور که کنار گاز بودم که شیر به جوش بیاد بازم رفتم تو فکر یوسف که فردا که نامه رو بهش دادم واکنشش چیه. همونطوری که به یوسف فکر میکردم یهو شیر سر رفت و گاز پرشیر شد. محبوب که از جلو آشپزخونه رد میشد وقتی دید شیر سر رفته کلی منو دعوا کرد و گفت که حواست کجاست؟ گفتم خواهر تو رو خدا به مامان چیزی نگو که گاز کثیف شده، بذار تمیزش میکنم، بهت میگم چی شده. گازو سری تمیز کردم و توی 2 کاسه شیر رو ریختم. 2 تیکه نونم برداشتم و بردم تو اتاقمون که با محبوب بخوریم. محبوب تا منو دید گفت معلوم است دختری سر به هوا چی کار میکنی؟ مجبور شدم و کل داستانو براش گفتم. محبوب کلن دختر مظلوم و معصومی بود. به من گفت دیوونه نشی یه موقع بری این کارو بکنی؟ گفت اگه بابا یا ابوالفضل بفهمن میکشنید. از اون انکار و از من اصرار. بالاخره با هر کلکی بود راضیش کردم هم رازدارم باشه و هم کمکم کنه. محبوب به خاطر فشاری که ابوالفضل روش آورده بود و کتک زیاد خورده بود یه سر ریتم قلبش به هم میخورد که دکتر تشخیص داده بود روماتیسم قلبی داره. از یه طرف دلم براش میسوخت، نمیخواستم اونو درگیر این ماجرا کنم چون استرس براش سم بود، ولی از یه طرف دیگه نمیتونستم از عشق اون دل بکنم. به هر بدبختی بود شبو به صبح رسوندم که شبش اصلا از فکر خوابم نبرده بود. لباسامو سری پوشیدم و سری نامه رو برداشتم که بذارم تو کیفم. پر دلهوره بودم. نامه رو گذاشتم تو کیفم. تو اون موقع تا این حد جسارت و جرأت برای انجام همچین کاری پیدا نکرده بودم. همین که اومدم از در اتاق برم بیرون یهو بابام صداش اومد گفت کجا؟ بند دلم پاره شد. با خودم گفتم دیدی چه خاکی به سرم شد؟ محبوب لم داد. توی همون لحظه کم فکرایی اومد به سرم که اگه بابا بگه نامه رو بده چی کار کنم و کلی فکر دیگه که یهو برگشتم و گفتم سلام بابا. بابا خیلی خوشمشرب بود و عادت داشت همیشه قشنگ صحبت کنه، اما امان از وقتی که عصبانی یا ناراحت بود. کاملا میشد فهمید که حالش خوب نیست و عصبیه. تا گفتم سلام بابا، بابام گفت سلام بابا جون، صبحت بخیر، کجا داری میری؟ تا لحن صداشو شنیدم یکم دلم آروم گرفت، ولی هنوز دلهوره داشتم. صدام میلرزید. گفتم خب مدرسه. گفت الان. گفتم همیشه همین موقع میرم. گفت بابا جون الان 6:00 شما که همیشه 6:07 میری. تازه فهمیدم که انقدر ذوق داشتم که برم ساعت و 1 ساعت جلوتر دیده بودم. یهو آروم شدم و گفتم چشم خوب ساعتو ندیده. دوباره برگشتم تو اتاقم. دیدم محبوب که مشخص بود صبح زود بیدار شده بوده و درس میخونده روی کتاباش خوابش برده بود. باز دوباره دلشوره‌ای وجودمو گرفت. همش با خودم میگفتم اگه نامه رو بدم و دست رد به عشقم بزنه چی؟ توی همین فکر و خیال بودم که چشمم به ساعت افتاد. دیدم ساعت 6:30 شده. دیگه طاقت نیاوردم، کفشمو پوشیدم و رفتم از خونه بیرون. همش با خودم زمزمه میکردم که خدایا مهر منو به دل یوسف بنداز. آروم آروم میرفتم سمت مدرسه. دلهوره داشتم.
نزدیک مدرسه شدم ولی از یوسف خبری نبود. وای که چه حال بدی داشتم. اگه وارد مدرسه می شدم دیگه نمیتونستم بیام بیرون، چون یکی از بچه‌ها رو جلو در گذاشته بودن که اون دسته از بچه‌ها که با تأخیر میان اسمشون ثبت بشه. دوباره برگشتم به سمت خونه. همونجا چند دقیقه وایسادم. دیدم یکی از بچه‌های فضول مدرسه داره میاد. گفتم اگه منو ببینه میره آمار میده. سری خم شدم که مثلا بند کفشم باز شده. یکم خودمو درگیر کفشم کردم که همون دختر اومد از کنارم رد شد. رفت سمت مدرسه. منم ناامید رفتم به سمت مدرسه. خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم چرا نیومد که یهو دیدم صدای موتور داره میاد. خوشحال شدم. گفتم خودشه. همین که برگشتم دیدم یوسف نیست. دیگه بیشتر از این نمیتونستم معطل کنم و کم کم نزدیک مدرسه شده بودم. ناامید رفتم تو مدرسه. اون روز بدترین روز عمرم بود. نه حرفای معلمو میفهمیدم و نه درسمو. زنگ آخر خورد. ناراحت و بیحال به سمت خونه می اومدم. هر صدای موتوری که میشنیدم فکر میکردم یوسفه. همین که نزدیک کوچمون شدم دیدم چند تا از رفیقای ابوالفضلمون وایستادن و ابوالفضلم خودش هست. از ترس اینکه بهونه ندم دستش سرمو انداختم پایین و از جلو دوستاش با کلی استرس رد شدم و رفتم تو خونه. هنوز لباسامو در نیاورده بودم که ابوالفضل اومد تو خونه و شروع کرد منو به کتک زدن. هرچی میگفتم چرا میزنی؟ مگه چیکار کردم؟ فقط میزد تا مامانم اومد جلو و گفت بذار بابات بیاد، به بابات میگم. ابوالفضل زبون باز کرد. گفت منیر از جلو دوستام اومده رد شده، سرشو انداخته پایین. مامانم گفت پس باید چیکار میکرده؟ گفت نمیخوام دوستام فکر کنن که از من ترسیده. خلاصه هر روز یه بهونه برای کتک زدن پیدا میکرد. روز بعدم که از مدرسه اومدم تا دیدم دوستای داداشم هستن سرمو بالا گرفتم و از جلوی دوستاش رد شدم و رفتم تو. اما دوباره اومد تو خونه و منو کتک زد. گفت چرا جلو دوستام سرتو بالا گرفتی که بعدم بگن خواهر ابوالفضل سبکه. خلاصه که مونده بودیم با این داداشمون و بهونه‌های بیخود چیکار کنیم. 2 روز از نامه نوشتن من گذشته بود. یوسف و صبح نمیدیدم، ولی زهرا در حد 1 ثانیه، چون اونم کنار دوستای داداشم سر کوچه می ایستاد. تا روز 3 که نامه رو به امید دیدن یوسف دوباره تو کیفم گذاشتم. با ناامیدی رفتم سمت مدرسه. توی مسیر دل تو دلم نبود که یهو صدای موتور شنیدم. تا برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم. دیدم یوسف با اون لبخند قشنگش آروم آروم داره میاد سمتم. مشخص بود که اونم وحشت داره که نزدیکم بشه. نزدیکم که شد سلام کرد. صورتم داغ شد. موندم چی بگم. هم خجالت میکشیدم، هم نمیخواستم اون لحظه دیدن رو از دست بدم. از طرفیم پای آبروم در میون بود. دیگه دلمو زدم به دریا. صدام میلرزید. سری سلام کردم. نامه رو از تو کیفم در آوردم و بهش دادم و سری بدون خدافظی رفتم سمت مدرسه. خدای چه روز بدی بود. اون روز دل تو دلم نبود. استرس اینو داشتم که اگه 1% منو دوست نداشته باشه چقدر بد میشه. همش با خودم میگفتم منیر چه اشتباهی کردی، کاش به حرف محبوب گوش میکردی. با خودم میگفتم اگه منو دوست نداشته باشه و بره به ابوالفضل بگه چی؟ مردم و زنده شدم تا ظهر که بالاخره زنگ آخر خورد و از مدرسه به سمت خونه راه افتادم. نفهمیدم چطوری راهو طی کردم. از بس فکرم درگیر بود. نزدیک خونه که رسیدم دیدم یوسف روی موتورش جلوی مغازه نشسته. خیلی خودمو فحش میدادم که چرا این کارو کردم. عذاب وجدان گرفته بودم. سرمو انداختم پایین و رفتم خونه. از خودم به خاطر این کارم ناراحت بودم. همش با خودم میگفتم منیر اصالت خانوادگی چی شد؟ آبروی پدر و مادر و داداشت چی؟ درسته عاشق یوسف شده بودم، ولی عذاب وجدان عجیبی بابت نامه گرفته بودم. وقتی وارد خونه شدم مامانم گفت منیر سفره پهن کن که همه الان میان ناهار بخوریم. دستامو شستم و سفره رو پهن کردم. به مامانم کمک کردم و گفتم من ناهار نمیخوام. مامانم تعجب کرد چون من همیشه خوراکم خوب بود و از بچگی توپل بودم. مامانم گفت چی شده منیر خانم غذا نمیخواد؟ گفتم مامان حالم خوب نیست، اذیتم نکن. که یهو محبوب گفت حتما امتحان داشته خراب کرده. رفتم تو اتاقم. بغض سنگینی راه گلومو بسته بود. محبوبم سری اومد تو اتاق صحبت کنه. زدم زیر گریه. نشست کنارم و گفت دلت برای بابا تنگ شده؟ چون همه میدونستن من خیلی باباییم. همونطوری که گریه میکردم گفتم گند زدم محبوب. ماجرا رو براش تعریف کردم.
یکی زد تو سرم و گفت خاک بر سر بیعقلت. باز بیشتر گریه کردم. کلی نصیحتم کرد. بعدش هم گفت یه غلطی کردی دیگه، الان باید صبر کنی ببینی چی میشه. اون روز رو هم به هر بدبختی بود به شب رسوندم و شب و به صبح. آماده شدم برم مدرسه. من همیشه برای خودم ساندویچ و میوه که برمی داشتم پولم از مامانم میگرفتم، چون کلن خوشخوراک بودم. نه ساندویچ آماده کردم، نه میوه و نه پولی از مامان گرفتم. کیفم رو آماده کردم و راهی مدرسه شدم. اصلا توجه به دور و برم نمی کردم. سرم پایین بود و فقط به اون فکر می کردم که یهو دیدم یکی با موتور کنارم وایساد و گفت سلام. بنده دلم پاره شد، چون موتورشو خلاص کرده بود و منم کلن حواسم نبود، متوجه نشده بودم. سرمو بالا گرفتم. خودم متوجه شدم که صورتم سرخ شده. جواب سلامشو دادم و سرمو انداختم پایین و رفتم که برم سمت مدرسه که گفت صبر کن کارت دارم. وای خدا، اینقدر حالم بد شده بود که حد نداشت. با خودم گفتم الان میگه این چه کاری بوده که من کردم و یا میگه که من در موردش چی فکر کردم که نامه دادم بهش. خلاصه توی اون لحظه کوتاه مثل همیشه که در آن واحد 1000 تا فکر میاد سراغم، اون روزم همینطوری شده بودم که دوباره صدام زد و گفت منیر خانم با شما هستم. از خجالتم روم نمیشد برگردم بهش نگاه کنم. با شرمندگی برگشتم و همونطوری که سرم پایین بود گفتم بله، که گفت این نامه واسه شماست. تا نامه رو گرفتم موتورش رو روشن کرد و یه لبخندی زد و خداحافظی کرد و رفت. دل تو دلم نبود. هم با خودم میگفتم یعنی چی برام نوشته. خیلی درگیر بودم با خودم که نامه رو بخونم، ولی جرئت نمی‌کردم. ترس داشتم. رفتم سر کلاس، هیچی از اون زنگ نفهمیدم. زنگ تفریح خورد، نامه رو برداشتم و رفتم تو دستشویی، چون دیگه طاقت نداشتم. میخواستم ببینم برام چی نوشته. نامه رو گذاشتم داخل بلوزم و رفتم داخل حیاط مدرسه. همونطوری که قدمامو تند برمی داشتم که برم سمت دستشویی، یه دفعه نفهمیدم چی شد. 2 تا از بچه‌ها که دنبالم میکردن یکیشون به من خورد و منو انداخت زمین و دست و پام درد شدیدی گرفت. ولی از ترس اینکه مدیر بیاد و منو نگه دارن تا ببینن اتفاقی برام نیفتاده و معطل بشم و نتونم نامه رو بخونم، سری بلند شدم. ناظم سود زد و اومد سمت من. با اینکه خیلی درد داشتم گفتم من چیزیم نشده، برین بچه‌ها. به ناظمم گفتم چیزیم نشده. خانم گفت مطمئنی؟ گفتم آره. تا دستشویی انقدر به خودم فشار آوردم که لنگ نزنم، چون پام به شدت درد میکرد. همین که رفتم تو دستشویی جلو دهنمو گرفتم و یه دادی زدم. از بس دردم اومده بود. نامه رو در آوردم که بخونم که یهو زنگ خورد. اعصابم به هم ریخت، چون تو حیاط معطل شدم و مدیر میخواست همه رو صف کنه که با بچه‌ها صحبت کنه و زنگو زودتر زدن. دوباره نامه رو گذاشتم داخل پیراهنم و اومدم سر صف. عصبی شده بودم، چون کنجکاو بودم ببینم برام چی نوشته. رفتیم سر کلاس. وسوسه شده بودم که معلمم اومد سر کلاس اجازه بگیرم و برم بیرون. تا معلم وارد کلاس شد گفت بچه‌ها کتابو باز کنید. من اجازه گرفتم که برم بیرون که گفت نه اجازه نداری، تازه زنگ تفریح بوده. کنف شدم و کتابمو باز کردم، ولی هیچی از درس نفهمیدم. زنگ تفریح شد. خوشحال نامه رو گذاشتم داخل پیرهنم که برم تو دستشویی بخونم که از بلندگوی دفتر مدرسه منو صدا زدن که برم اونجا. کلافه شده بودم. بلافاصله رفتم پیش مدیر که دیدم مامانم اومده. گفتم چی شده مامان؟ گفت وسایلتو جمع کن، کیفتو بردار بریم. گفتم کجا؟ گفت برو کیفتو بیار تا بگم. سری برگشتم داخل کلاسم. کیفمو برداشتم و رفتم سمت دفتر که دیدم مامانم اومد بیرون. گفتم مامان چی شده؟ کم کم شروع کرد به حاشیه رفتن که حرف اصلی رو به من بزنه، که آخر حرفش گفت مادر بزرگت فوت کرده. دنیا رو سرم خراب شد. من مادر بزرگم رو خیلی دوست داشتم. تا خونه گریه میکردم. نامه یوسف رو یادم رفته بود. گفت سری لباساتو عوض کن که بریم. همونطوری که گریه میکردم تا رفتم تو اتاقم دیدم خواهرام نشستن و آمادن. اونا هم داشتن آروم گریه میکردن. لباسامو در آوردم و اصلا حواسم نبود که نامه رو گذاشتم تو بلوزم. یهو نامه از زیر لباسم افتاد. مونده بودم چیکار کنم. سری خم شدم، نامه رو برداشتم. خدا رو شکر فقط محبوب اون صحنه رو دید که با سرشو تکون داد. نامه رو گذاشتم لای یکی از کتابامو رفتیم. اون روزو درگیر مراسم خاکسپاری بودیم، ولی من فکرم پیش نامه بود. شب و خونه مادر بزرگم بودیم.
چون مامانم اجازمو گرفته بود روز بعدم درگیر مراسم بودیم و شب بابام ما 4 تا خواهر رو برد خونه و دوباره خودش برگشت خونه مادر بزرگم. همین که محبوب خوابید بالاخره موقعیت جور شد که نامه رو بخونم. وقتی نامه رو باز کردم دیدم بالای صفحه با اون خط قشنگی که داشت نوشته بود به نام خدای مهربان و آفریننده عشق. یهو ضربان قلبم رفت رو 180. دیگه ترس نداشتم و یه حس امیدواری به این دوست داشتنه و عشق داشتم. یوسف تو نامش از حسی که نسبت به من داشت نوشته بود، از اینکه مدت‌ها مخفیانه دنبالم بوده که ببینه من چطور دختری هستم و یه جوری از زیر زبون بابام حرف کشیده که بیشتر منو بشناسه و به قول خودش صبوری کرده که اطمینان و اعتماد بیشتری نسبت به من پیدا کنه که بخواد پا پیش بذاره و تو نامش گفته بود که میخواسته پدر و مادرشو بفرسته برای خواستگاری، که یه روز وقتی به بابام میگه یکی از دوستاش دنبال دختر خوبه، اگه اجازه میدن که پدر و مادرشو بیاره، بابام میگه که دخترام هنوز کوچیکن و یوسف دیگه جرئت نمیکنه اسم خودشو بیاره و بگه من خواستگار دخترتون هستم. تا اینکه من نامه رو دادم بهش و اونم خوشحال که این حس مشترکه و منم اونو دوست دارم. مدت‌ها گذشت و بینمون نامه رد و بدل می‌شد تا اینکه توی یکی از نامه‌هاش نوشته بود دوست دارم چند دقیقه‌ای کنارم باشی و حضوری ببینمت. منم چون تو خانواده‌ای بزرگ شده بودم که اینجور چیزا رو بد می‌دونستیم قبول نکردم. گفتم به بابام بگو که خودت خواستگارمی. اونم قبول کرد و به بابام گفت. یه روز بابام از مغازه اومد. دیدم خیلی خوشحاله. رفت با مامانم صحبت کرد و بعد منو صدا کردن. دل تو دلم نبود. خاطرم جمع بود که بابام یوسفو میخواد، چون همیشه سرش قسم میخورد به پاکی و نجابتش ایمان داشت. رفتم کنارشون نشستم و گفتم بله کاری داشتین؟ که بابام قضیه خواستگاری یوسفو به من گفت و گفت که تو رو خواستگاری کرده. منم گفتم نه. دنیا رو سرم خراب شد. دست باچه شدم. یهو گفتم مگه پسر بدیه؟ بعد بابام گفت نه، ولی محبوبه از تو بزرگتره. گفت به یوسف گفتم تا محبوبه ازدواج نکنه نمیتونم بذارم منیر ازدواج کنه. هاج و واج مونده بودم که این حرفو یعنی چی؟ از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم. جریانو به محبوبه گفتم. دیدم چیزی نگفت و سرشو انداخت پایین که خودم از این حرفم ناراحت شدم، چون حس کردم محبوبه با خودش این فکر رو کرده که چون قلبش مشکل داره خواستگار براش نمیاد. که خودم سری جمعش کردم حرفم و گفتم حالا اون یه پیشنهادی داده، من که هنوز سنی ندارم. که فهمیدم محبوبه از حرفم خوشحال شد. رفتم جلو دستشو گرفتم و گفتم من که تو رو تنها نمیذارم خواهر. آخه من و محبوبه خیلی به هم نزدیک بودیم. سوای اینکه خواهر بودیم رفیق هم بودیم و رازدار هم. اون روز خیلی خوشحال بودم چون همش حرف یوسف تو خونمون بود، ولی ناراحتم بودم که بابام جواب رد به یوسف داده بود. بعدن شنیدم که یوسف به بابام گفته بود که صبر میکنم تا محبوبه خانم ازدواج کنن بعد میام خواستگاری منیره. زمانی که بابام داشت به مامانم یواشکی میگفت من شنیدم که دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم. اون روز نفهمیدم چطوری شب شد. تا صبح بیدار بودم از ذوق اینکه یوسف میاد سر راهم و میبینمش و با من صحبت میکنه. صبح سری لباسامو پوشیدم از خونه رفتم بیرون، ولی ازش خبری نبود. خیلی ناراحت شدم. گفتم شاید به خاطر جواب ردی که بابام بهش داده ناراحت شده. تا مدرسه یواش یواش میرفتم بلکه ببینمش که یهو بابامو دیدم. گفتم بابا اینجا چی کار میکنی؟ گفت هیچی، این دور و بر کار دارم. منم سریع خدافظی کردم از بابامو رفتم سمت مدرسه. موقع برگشت به خونه هنوز چند قدمی از مدرسه دور نشده بودم که دیدم یوسف رو موتورش نشسته. دقیقاً جایی بود که من از جلوش باید رد می شدم. وقتی رد شدم یکم قدمامو آروم برداشتم. سلام کرد و سری گفت من صبح تا اومدم بیام سمت مسیر شما، بابا تو دیدم که پشت سرت داره میاد، برای همین نیومدم. گفت الانم سری برو خونه، فقط خواستم بهت بگم که عاشقتم و تا هر زمان باشه منتظرتم که بالاخره مال خودم بشی. گر گرفتم، نفهمیدم چطوری ازش خداحافظی کردم و سری رفتم سمت خونه. خیلی خوشحال بودم که یوسفم عاشق منه. چه عشق پاکی. تا رسیدم خونه دیدم محبوبه تو اتاق داره درس میخونه. تصمیم گرفتم دیگه در مورد یوسف چیزی بهش نگم، چون میدونستم برای خودش قصه میخوره. محبوبه 1 سال از من بزرگتر بود، ولی خواستگاره من خیلی بیشتر بود. چند روزی گذشت و همینطور یوسف هر روز صبح تو مسیر مدرسه منو همراهی میکرد. اگه روزی نمیدیدمش دیوونه میشدم.
تا اینکه چند نفری برای محبوب خواستگار می اومدن. یا از این طرف پسند نمیشد یا از اون طرف. یه روز بابام از سر کار اومد و همینطور که آروم داشت با مامان صحبت میکرد من تو آشپزخونه بودم که صداشون رو شنیدم. از حرفشون مشخص بود که یوسف دوباره پیشنهاد داده. این بار ابوالفضل فهمید و به بابام گفته بود که با این ازدواج مخالفه. بابامم که شناخت کافی از یوسف داشت گفت میشه بگی ای به این پسر چیه؟ ابوالفضل هم که خیلی پسر بی منطق و لجبازی بود فقط میگفت نمیذارم که بیاد خواستگاری خواهرم. این نظر ابوالفضل رو بابام به یوسف گفته بود و یوسف هم ناراحت شده بود. گفته بود هرچی بگین قبول میکنم، فقط جواب رد به من ندین. روزا گذشت و حال دوتامون گرفته بود تا اینکه یه روز مامانم که میره نون بگیره یوسف تو کوچه جلوی مامانمو میگیره و بهش میگه یا منیر رو به من بدین یا فراریش میدم. مامان منم که خیلی روی آبرو حساس بود میاد خونه و موضوع رو به بابام میگه. بابامم میره با یوسف صحبت کنه. دل تو دلم نبود، همه چی داشت خراب میشد که نکنه دعواشون بشه. هرچند خاطرم از هر دوتاشون جمع بود که این کارو نمیکنن، ولی یه دلشوره‌ای به دلم افتاده بود. بعد 2-3 ساعت بابام اومد و من قبل اینکه بابام بیاد خودمو به خواب زدم که وقتی با مامانم میخواد صحبت کنه بفهمم بابام به یوسف چی گفته. همین که بابا اومد مامانم گفت چی شد؟ بابا گفت کلی صحبت کردیم، قرار شده خانوادش بیان. میخواستم داد بزنم از خوشحالی که بابام صدام کرد و گفت منیره پاشو کارت دارم. منم که خودمو به خواب زده بودم یه جوری وانمود کردم که از این که بیدارم کردن ناراحت شدم. بعد بابام شروع کرد به صحبت کردن و خلاصه کرد حرفشو که یوسف خانوادش میخوان بیان. منم که ته دلم خوشحال شده بودم. تنها حرفی که زدم گفتم ابوالفضل چی؟ که بابام گفت با ابوالفضل صحبت کردم، بالاخره اونو هم راضی کردم. خیلی خوشحال بودم. یهو زنگ خونمونو زدن. رفتم درو باز کردم، دیدم یه حاج خانومی گفت مامانتون هستن؟ گفتم بله. حاج و واج داشتم نگاش میکردم. ماتم برده بود ولی نمیدونستم که چرا حاج خانومه گفت دخترم به مامانت بگو بیاد، برای امر خیر میخوام مزاحمشون بشم. سریع رفتم مامانم رو صدا کردم و مامانم شاید نزدیک نیم ساعت با اون خانم صحبت کرد. وقتی مامانم اومد داخل بابام گفت کی بود؟ مامانم گفت خواستگار. گفت برای کی؟ گفت منیره. با خودم گفتم اینو کجای دلم بذارم. مامان گفت حریف خانومه نشدم، قرار شده دوباره بعد از ظهر بیاد. بابام گفت چی کار میکنی زن؟ الان داشتیم در مورد یوسف صحبت میکردیم، بذار تکلیف این یکی روشن بشه بعد نفر بعدی. مامانم گفت خواستگاره تو عروسی منیره رو دیده و پسندیده. آخه هفته قبل ما عروسی دعوت بودیم و این بنده خدا منو دیده بوده و پسندیده، از فامیلمون آدرس گرفته بوده. بعد از ظهر شد، خواستگارم اومد. منتظر بودم مامانم بگه منیره چایو بیار، چون اصلا دوست نداشتم خواستگاری بیاد. فقط به این نیت آماده شدم که برم و دست رد بزنم به سینه خواستگارم، چون من منتظر خانواده یوسف بودم. بالاخره مامان صدام کرد. 2 تا چای ریختم و رفتم داخل اتاق. به محض وارد شدنم خواستگارم جلوی پام بلند شد. خیلی شرمنده خودم شدم که میخواستم طوری رفتار کنم که خواستگارم بره. من اگه هر رفتاری میکردم در اصل توهین به شخصیت خانوادگی خودم کرده بودم. تصمیمم یه آن عوض شد و محترمانه برخورد کردم. چایو تعارف کردم و میخواستم از اتاق برم بیرون که همون خانم صدام کرد و گفت دخترم چند لحظه بشین. کنار مامان نشستم. همونطوری که از پسرش صحبت میکرد چشمشو از من بر نمی داشت. گفت پسرم 12 دربند مغازه داره و کلی هم ثروت که میتونه دختر شما رو خوشبخت کنه. مامانم گفت دخترم سنی نداره، هنوز خونه داری رو یاد نگرفته. خواستگارم گفت مشکلی نداره، من 4 تا کارگر دارم، 2 تاشو برای منیره جان میفرستم. بعد گفت اصلا قرار نیست عروسم کار کنه. خلاصه هرچی مامانم گفت اون یه چیز دیگه گفت که مادرمو راضی کنه. 1 ماه کارش همین بود. یه روز در میون میومد که از من جواب بگیره، غافل از این که دل من پیش یوسف بود. هر روزی هم میومد یه سرویس طلا مینداخت و وضعیت مالی بسیار خوبی داشتن، ولی من چشم و دل سیر بودم. اینا برام معنی نداشت. یه روز تصمیم گرفتم دوباره به یوسف نامه بدم. پدر و مادر یوسف پیر بودن و پدرش یکم مریض احوال بود که ما خبر نداشتیم. وقتی نامه براش نوشتم بهش تاکید کردم که اگه پدر و مادرشو نفرسته منو از دست میده، چون خواستگار خوبی داشتم.
تو مسیر مدرسه نامه رو که بهش دادم روز بعد جواب نامه رو داد که تا الان اگه کسی رو نفرستاده چون پدرش مریض بوده. با اون نامه یوسف دستپاچه شد و مادر و زن داداشش رو روز بعد فرستاد. خانواده یوسف شهرستان بودن و همین کارو یکم سخت کرده بود. بالاخره زنگ خونه ما زده شد و مادر و زن داداش یوسف اومدن. از خوشحالی زبونم بند اومده بود چون داشتم به آرزوم میرسیدم. چند لحظه ای که نشستن و مامانم شروع کرد به خوشامدگویی منو صدا کرد. تمام بدنم میلرزید. حس میکردم زیر پام خالی میشه. به هر بدبختی بود خودم رو جمع و جور کردم و رفتم داخل اتاق. همین که سلام کردم مادر یوسف که سید بود از جا بلند شد که مامانم ناراحت شد. گفت به خاطر جدتون ما رو خجالت ندید. ولی مادرش گوش نکرد و بلند شد و اومد سمت من و صورتمو بوسید و گفت مبارک باشه عروس خوشگلم. هاج و واج موندم که چی شد یهویی بدون مقدمه و هیچ صحبتی همه چی رو تموم کرد مادرش. چای تعارف کردم بدون اینکه از من بخوام بشینم نشستم چون حس کردم اگه 2 قدم دیگه بردارم خوردم زمین. مامانش شروع کرد به تعریف کردن من و گفت حالا فهمیدم چرا پسرم عاشقت شده. از خجالت سرمو انداختم پایین و گفتم الانه که به مامانم بگه دخترت با پسر من نامه نگاری دارن. گفت خبر داری پسر من چند وقت دنبالته؟ بنده دلم کنده شد. گفتم الان دیگه همه چی لو میره. دوباره سرمو انداختم پایین و سرخ شده بودم. مامانم که دید من حسابی خجالت کشیدم گفت منیره برو آشپزخونه زیر قابلمه رو کم کن. خدا خیر مامانمو بده. داشت نفسم بند میومد که به دادم رسید. رفتم تو آشپزخونه 1 لیوان آب خوردم. یکم آروم شدم. 1 ساعتی صحبتاشون طول کشید که مامانم گفت منیره بیا مهمونامون دارن میرن. سری رفتم کفشاشون رو مرتب کردم و همراهیشون کردم. مادرش برگشت و به من گفت به همین زودی میام عروس گلمو میبرم. منم تو دلم گفتم الهی آمین. شب بابام که اومد مامانم همه چی رو به بابام گفت. بابام صدام کرد و گفت بشین کارت دارم. گفت یوسف شاگرده و دارایی آنچنانی نداره ولی خواستگاری که برات اومده کلی دارایی داره و پسر خودش 12 دربند مغازه داره. گفت انتخاب با خودته. منم که میترسیدم نظر خانوادم عوض بشه به بابام گفتم نظر شما نظر منه ولی شما یوسف خوب میشناسید و این پسر غریبه رو نه. گفتم دارایی اون پسر شاید خوشبختی نیاره که یهو بابام یه نگاه معناداری به مامانم کرد که یعنی منیره انتخابشو کرده. مامانم گفت پاشو برو به درسات برس. دیگه درس و مدرسه برام معنی نداشت چون خیلی خوشحال بودم که خانواده یوسف اومده بودن. نه درس میفهمیدم و نه خواب و خوراک. کلاً همه چیم قاطی شده بود. از بس فکر میکردم. اون شب و تا صبح نخوابیدم. نزدیک صبح خوابم برد. چون شیفت ظهر بودم و تکالیف مدرسه‌مو انجام داده بودم خاطرم جمع بود و با خیال راحت خوابیدم. ساعت 10 صبح با صدای زنگ خونه بیدار شدم که دیدم همون خواستگاره اومده با پسرش و یه لشکر زن. مامانم تعارف کرد و رفتن طبقه بالا. محبوبم اومد به من گفت پاشو که خواستگارت اومده. پسرشم آورده. خونه ما چون شمالی بود و هر کسی وارد حیاط می شدم هم از طبقه پایین هم طبقه بالا چون پنجره داشت و مشرف بود به حیاط دید کامل داشتیم. منم از طبقه پایین پسره رو دیدم که از پله ها میرفت بالا. دلم نمیخواست کسی برای خواستگاریم بیاد. به محبوب گفتم اینا چرا اومدن؟ با هر زحمتی بود با اینکه خوابم میومد آماده شدم. مانتوی مدرسه‌مو پوشیدم که مامانم اومد و گفت منیره آماده ای چای بیاری؟ بعد گفت چرا مانتو مدرسه تو پوشیدی؟ گفتم میخوام برم مدرسه. گفت الان مادر با برون بازی نکن، بیا 1 دقیقه چای بیار و بعد برو. زشت این همه آدم اومدن. منم گفتم چرا بدون هماهنگی اومدن؟ من نمیام. کلی مامانم با من صحبت کرد که فقط چایو ببرم و بعدش برم مدرسه. 1 سینی چای ریختم و چادر سفیدی که گلای ریز قرمز داشت و هم سرم کردم. رفتم داخل اتاق. چایو که بردم مادر اون پسر گفت منیر خانم چند دقیقه بشینین. مامانم که میترسید آبروریزی کنم گفت مدرسهش دیر میشه باید بره. بعد مامانش گفت پس ما از اتاق میریم بیرون. پسرم در حد چند دقیقه با منیر خانم صحبت کنن. عصبی شده بودم چون حس میکردم اگه با این پسر صحبت کنم خیانت به یوسف کردم. گفتم ببخشید مدرسه دیر میشه. مامانش بلند شد و گفت منیر خانم فقط چند دقیقه. تا به مامانم نگاه کردم دیدم اخماشو کرده تو هم و با اشاره چشمش میگه بگو چشم.
منم گفتم باشه چشم. همه از اتاق رفتن بیرون. من طوری نشستم که صورت منو نبینه، چون چادرمو جوری کنار صورتم گرفته بودم که صورتم دیده نشه. دوست نداشتم کسی غیر یوسف منو ببینه. همین که شروع کرد به صحبت کردن، یهو وسط حرفش اومدم و گفتم ببخشید من قصد ازدواج ندارم. گفت چرا؟ گفتم آشپزی بلد نیستم، خونه داری یاد ندارم. گفت مشکلی نداره، ما کارگر زیاد داریم، قرار نیست شما آشپزی و خونه داری کنی، قرار خانومی کنی. دیدم خیلی داره رو مخم راه میره. گفتم حقیقتش قصد دارم ادامه تحصیل بدم. گفت مشکلی نداره، درستون رو بخونین، منم موافقم. هرچی میگفتم اون موافقت میکرد. یهو فکری به سرم زد. گفتم ببخشید من اصلا قصد ازدواج ندارم، ولی مادرتون خیلی اصرار دارن. شما به مادرتون بگید که منو نپسندیدید. گفت من شما رو پسندیدم، چرا این حرفو بگم؟ گفتم به خاطر من، لطفاً. هرچی میگفتم از من اصرار و از اون انکار. باهاش خدافظی کردم و گفتم مدرسم دیر شده. از اتاق اومدم بیرون. یهو همشون ریختن تو اتاق تا ببینم به نتیجه رسیدیم یا نه. مامانم گفت چی شد؟ گفتم 2 دقیقه صبر کن مامان، الان میگم بهت. که یه آن مادرش از اتاق اومد بیرون و گفت منیر خانم این چه حرفی بوده که به پسرم زدی؟ گفتم مگه چی گفتم؟ گفت الان اینقدر ناراحته، میگه من منیره رو پسند کردم ولی اون میگه قصد ازدواج ندارم و به من گفته که برو به مامانت بگو که منو نپسندیدی. منم که منتظر همین حرف بودم گفتم من پسرتون امتحان کردم که ببینم چقدر راز داره و حرفی که من میزنم و سری میاد به شما میگه یا نه. گفتم ببخشید پسر شما خودشو نشون داد، معلوم میشه اگه بخواد 1 لیوان آب بخوره حتما باید اول شما رو در جریان بذاره. بلافاصله خداحافظی کردم و رفتم مدرسه. بعد از ظهر که از مدرسه اومدم خیلی عصبی بودم، چون با اون پسر صحبت کرده بودم، یه جورایی عذاب وجدان گرفته بودم. من خودم رو متعلق به یوسف میدونستم، ولی مجبورم کرده بودن که با خواستگارم صحبت کنم. وقتی وارد خونه شدم دیدم مامانم بهم میخنده. بعد گفت تو چیکار کردی با اینا؟ وقتی رفتی مدرسه همشون هاج و واج مونده بودن و میگفتن چقدر دخترت زرنگه. خلاصه به هر کلکی بود جواب رد دادیم بهشون. بعد از اون رفت آمدهای خانواده یوسف شروع شد تا اینکه قرار شد چند نفر از سمت ما و چند نفر از سمت اونا بیان تا صحبت‌های اولیه بین 2 تا خانواده انجام بشه. دل تو دلم نبود. بالاخره روز موعود رسید و همه خونه ما جمع شدن. بعد از پذیرایی شرایط هر 2 طرف عنوان شد و هر 2 طرف قبول کردن. از خوشحالی نمیتونستم حرف بزنم. ناگفته نمونه در حین اینکه خانواده یوسف رفت و آمد میکردن خونه ما برای جواب گرفتن، یه خواستگار برای محبوبه اومد که محبوبمون رو پسند کردن و بابا و مامانم هم خانواده اون پسر و خود اون پسر رو پسند کردن. مامان و بابام درگیر 2 تا عروسی شدن. چون محبوبه 1 سال از من بزرگتر بود، بابام تصمیم گرفت اول قول و قرار با خواستگار محبوبه بذارن و بعد دنبال مراسم من باشن. خدا رو شکر صحبت‌های 2 تا خانواده به نتیجه رسید و قرار شب بله برون محبوبه رو گذاشتن. من خیلی خوشحال بودم، هم برای خواهرم چون 1 سال از من بزرگتر بود و من دوست داشتم اون زودتر ازدواج کنه، و هم برای خودم که داشتم به آرزوم میرسیدم. بله برون محبوبمون تموم شد و قرار شد که خانواده یوسف با بزرگای فامیل از هر 2 طرف بیان واسه صحبت. دل تو دلم نبود. نگران این بودم که داداشم همه چی رو خراب کنه. تاریخو مشخص کردن و خدا رو شکر ابوالفضل اصلا نیومد و هر 2 خانواده به توافق رسیدن و تاریخ مراسم عقد و عروسیمونم مشخص شد. مجلس عروسیم به خوبی و خوشی تموم شد. 7 ماهی از زندگی عاشقونمون گذشت و من فهمیدم که باردار شدم. زندگی شیرینی داشتم، ولی گاهی وقتا دخالت‌های خانواده شوهرم بین من و یوسف اختلاف مینداخت و این منو اذیت میکرد، چون من اصلا دوست نداشتم رابطم با یوسف خراب بشه، یه سر هیچ و پوچ دعوامون بشه. بعد از 9 ماه پسرم به دنیا اومد و چون یوسف خواب دیده بود گفت اسمشو رضا میذارم. منم موافقت کردم. با به دنیا اومدن رضا زندگیمون قشنگتر شد. 2 سالی گذشت و رضا روز به روز بزرگتر میشد و من همیشه میگفتم رضا باید تک باشه. بچه خواستنی و توپل و تو دلبرویی شده بود. بعد از 2 سال ناخواسته متوجه شدم که دوباره باردار شدم. خیلی گریه میکردم چون دیگه بچه نمیخواستم. چند باری هم نادونی کردم که از بین ببرمش، ولی خدا نخواست. پسر دومم که به دنیا اومد اسمشو من انتخاب کردم. اسمشو گذاشتم امیر.
از کوچیکی پسر مظلومی بود. برخلاف رضا که خیلی قلدر بود، شرایط برام خیلی سخت شده بود. از پس 2 پسر شر بر نمی اومدم. ولی با هر سختی بزرگشون کردم که مامانم خیلی اصرار کرد که یه بچه دیگه بیارم و گفت خودش بزرگش میکنه. من که دیگه بچه نمیخواستم. از بس شرایط برام سخت بود زیر بار نرفتم. ولی مامانم هر موقع منو میدید میگفت تو یه بچه دیگه بیار، من بزرگش میکنم. بعد از 6 سال از متولد شدن امیر به اصرار مامانم دوباره باردار شدم. پسر سومم به دنیا اومد و اسمشو مامان بابام انتخاب کردن و گذاشتن علی. زندگی خیلی خوب و شیرینی کنار یوسف و 3 هدیه قشنگی که خدا به من داد داشتیم. بچه‌ها کم کم بزرگ می شدن و تربیت کردن 3 پسر که تقریبا پشت سر هم بودن و یک سر جنگ و دعوا داشتن خیلی سخت بود. 3 پسرم بزرگ شدن. یه روز که رضا و امیر رو می‌خواستم ببرم کلاس زبان، رفتم تا خونه پدرم که حالشون رو بپرسم. وقتی وارد خونه شدم دیدم که حال بابام خوب نیست. رنگش پریده بود. بابام بعد از اینکه بازنشسته شده بود هفته یه بار افتخار اینو داشتن که خادم امام رضا باشن و روز قبل کشیک حرمشون بود. من وقتی بابامو توی اون حال دیدم دست باچه شدم و هرچی اصرار کردم که ببرمشون دکتر قبول نکردن. من وقتی سیب میخوردم حالت تهوع بهم دست میداد و بابام اینو خوب میدونست، ولی ظرف میوه خوری که جلوشون بود یه سیب خوشگل قرمزی روش بود و بابام با اینکه حالشون خراب بود به من گفتن که سیبو بخورم. منم با تعجب به مامانم نگاه کردم، چون هم مامانم هم بابام میدونستن که اگه سیب بخورم حالم بد میشه. به اصرار بابام سیبو برداشتم. همین که میخواستم پوست بگیرم گفتن این سیب از طرف آقا امام رضاست و قسمت تویی که بخوری. بخور و خاطرت جمع، دیگه حالت به هم نمیخوره. مجبور شدم سیبو خوردم. هر لحظه میترسیدم حالم بد بشه. بابام گفت پاشو برو بچه‌هات کلاس زبان دارن، دیرشون نشه. از جام بلند شدم. به محض اینکه بلند شدم 100 نفر به من گفتن نرو، بشین. دوباره نشستم. بابام گفت چرا نمیری؟ گفتم بابا یه لحظه هم یک لحظه است، بذارین کنارتون باشم. نمیتونم چرا این حرفو زدم. چند دقیقه نشستم. دوباره بابام گفت پاشو برو، بچه‌هات منتظرن. بابام فقط میخواست من برم و اونجا نباشم که خراب شدن حالشو نبینم. من از جام بلند شدم و رفتم سمت ماشین. فکرم سمت بابام بود. سری رفتم خونه، بچه‌ها رو بردم کلاس. دوباره برگشتم خونه مامانم. رفت و برگشت من کلا نیم ساعت طول کشید. وقتی رسیدم دیدم آمبولانس جلوی خونه است. نفهمیدم چطوری از پله ها رفتم بالا. وقتی رسیدم تو خونه دیدم روی بدن بابام پارچه سفید کشیدن. تا تونستم داد میزدم و دوباره از حال میرفتم. ضربه خیلی بدی خوردم. یه عشق عجیبی به پدر و مادرم داشتم. به مامانم نگاه میکردم که زجه میزد. باز از حال میرفتم و دنیا برام تیره و تار شد. پدرم رو با احترام کنار آقا امام رضا به خاک سپردیم. من روز به روز حالم بدتر می شد. به حدی شد که مثل روانیا شده بودم. هر شب خواب بابامو می دیدم که می گفت من کنارتم، تنهات نذاشتم، من خیلی وابستش بودم. این بدترین و سختترین و نفسگیرترین تجربه تلخ زندگیم بود. روزا به سختی میگذشت. از یه طرف غم از دست دادن پدرم، از طرف دیگه روز به روز آب شدن مادرم. مامان و بابام مثل 2 مرغ عشق بودن. خیلی با هم مهربون بودن و این و نبودن بابام مامانم رو اذیت میکرد. مامانم کم کم مریض شد. هرچی مریضی تو دنیا بود از قصه بابام مامانم رو گرفت و روز به روز بدتر میشد. 12 بار به کما رفت و هر بار ما میمردیم و زنده میشدیم. مامانم خیلی اذیت شد و ما 4 خواهر عین پروانه دورش میگشتیم که احساس کمبود نکنه، ولی هیچ کدوممون نتونستیم جای خالی بابامو براش پر کنیم. حال مامانم روز به روز بدتر شد و مجبور شدیم ببریمش بیمارستان. وقتی برای بار 12 رفت تو کما ما فکر کردیم دوباره برمیگرده. من و محبوب بالا سرش بودیم که صفحه مانیتور خط صافو نشون داد. بلافاصله رفتم پرستار رو صدا کردم. من و محبوبو بیرون کردن. بعد از 5 دقیقه گفتن واقعا متاسفیم. دنیا رو سرم خراب شد. داغ مادرم بدتر از داغ پدرم داغونم کرد. وقتی بابام رفت دلم به مادرم خوش بود. با رفتن مامانم تمام دلخوشیم رفت. مادرمو با احترام نزدیک پدرم به خاک سپردیم و این 2 گوهر رو تقدیم امام رضا کردیم که ضامنشون باشن.
روزام به سختی میگذشت چون تحمل جای خالی پدر و مادرم خیلی سخت بود برام. تصمیم گرفتم هر جمعه خواهرامو ببرم بیرون از شهر تا حالا هوای اونا هم عوض بشه. محبوبه و منصوره فاصلشون تا خونه ما زیاد بود، ولی از خونه ما تا خونه معصومه حدوداً 5 دقیقه راه بود. شبای جمعه با خواهرام هماهنگ میکردیم که صبح زود برم دنبالشون و بریم بیرون. اولین نفری رو که سوار میکردم معصومه بود و کلی توی راه میخندیدیم تا میرسیدیم جلوی خونه محبوبه و بعدم منصوره. خیلی خوش میگذشت بهمون، کلی روحیمون عوض شده بود. بعد از اون 2 داغ سنگین یهو پسرم ایست قلبی کرد، اما با یه معجزه حالش خوب شد. بعد از معجزه خوب شدن امیر، معصومه که خادم امام رضا بود یه مدتی کف پاش بی‌حس میشد. یه روز جمعه که منصوره و محبوبه حرم بودن و قرار بود برم حرم دنبالشون که بعد بریم بیرون، 2 خواهرمو سوار کردم و رسیدیم جلو خونه معصومه که یکم دیر اومد و اینجای تعجب داشت برامون، چون همیشه موقع قرارمون جلوی در منتظر من بود. وقتی در باز شد دیدم خواهر مظلومم به سختی داره میاد سمت ماشین و پای چپش بی‌حس بود. محبوبه سریع از ماشین رفت پایین و دست معصومه رو گرفت و سوار ماشینش کرد. گفتم چی شده خواهر؟ گفت نمیتونم، پای چپم بی‌حس شده. ما 3 خواهر با تعجب به هم نگاه میکردیم. برامون سخت بود باورش که خواهر گلم اینطوری پاش بی‌حس شده بود و پاشو به زمین میکشید. اون روز خیلی به سختی از ماشین پیاده شد و این منو عذاب میداد. تصمیم گرفتم وقت دکتر بگیرم. خودش گفت میخوام برم طب سنتی. خلاصه دکتر زیاد بردیمش. یه دکتر گفت از دیسکت هست، یکی گفت رگ پات کوتاه شده و خلاصه هر دکتری یه چیزی گفت، تا اینکه من گفتم باید از دکتر مغز و اعصاب براش وقت بگیرم. همین کارو کردم. روزی که بردیمش دکتر، وقتی دکتر خواهرم رو معاینه کرد گفت باید نوار مغز بگیرن. همونجا بلافاصله نوارشو گرفتیم و دکتر اعلام کرد که باید ببریدش واسه ام‌آرآی، چون یه ضایعه دیده میشه و گفت ام‌آرآی انجام دادین مریضو نیارین. روز بعد رفتیم ام‌آرآی انجام دادیم. وقتی جوابش آماده شد من رفتم جوابشو گرفتم و رفتم پیش دکتر. دکتر به من گفت این ام‌آرآی مال شماست؟ گفتم نه، مال خواهرمه. جوابو نگاه کرد و گفت دیگه کاری از دست من بر نمیاد. هاج و واج مونده بودم که دکتر چی داره میگه. سرمو تکون دادم و گفتم یعنی چی؟ گفت خواهرتون توده بدخیم داخل مغزش داره که دسترسی بهش نداریم که بخوایم عمل کنیم. گفت متاسفم، الان اندام حرکتیشو درگیر کرده، احتمالاً این توده پیشروی میکنه و بقیه اندام بدنشو میگیره. دنیا رو سرم خراب شد. دلم میخواست داد بزنم. از مطب اومدم بیرون. تو خیابون مثل روانیا بلند بلند گریه میکردم و داد میزدم. نشستم تو ماشین، گوشیمو برداشتم، با محبوبه تماس گرفتم. همونطوری که گریه میکردم گفتم محبوبه میدونی چه خاکی تو سرمون شد؟ وقتی ماجرا رو تعریف کردم به من گفت خواهر تو که قوی هستی، برای امیر توکل کردی به خدا و خدا اونو بهت برگردوند، ولی یه چیزی ته دلم بود، اونم این که حس می‌کردم خدا با من حرف میزنه و میگه خواهرتو تا چند ماه دیگه از دست میدی، پس براش کوتاهی نکن. تصمیم گرفتیم چند تا دکتر دیگه ببریمش و همه دکترها همینو گفتن که توده بدخیمه و خواهر من جزو بدشانسا هست، چون به جای 1 3 توده تو مغزش هست. شرایط روز به روز سخت‌تر می‌شد، هم برای معصومه هم برای ما خواهرها. دکتر آخری که بردیم گفت ببریدش تهران واسه نمونه برداری از مغزش. هر کاری از دستمون برمی اومد انجام میدادیم که فقط معصومه سلامتشو به دست بیاره. من و محبوبه و معصومه و پسر بزرگش ناصر عازم تهران شدیم و از قبل وقت گرفته بودیم. خیلی سخت بود توی شهر غریب. 2 روز از اقامتمون تو تهران گذشته بود که معصومه رو بردن اتاق عمل. دل تو دلمون نبود. 4 ساعت یه نمونه برداری طول کشید. خواهر خوشگلم و وقتی از اتاق عمل بیرون آوردن دیدیم پاش که یکم بی‌حس شده بود کلاً بی حرکت شده بود و یه دستش مثل پاش بی‌حس و بی حرکت شده بود. یه چشممون اشک بود و یه چشممون خون. از یه طرف بدتر شدن معصومه، از یه طرف دربدری تو شهر غریب. بالاخره با هر سختی 1 هفته توی تهران با شرایط سخت بودیم. خواهرمو ترخیص کردن و باید هوایی میفرستادیم به شهرمون، چون معصومه نمیتونست توی ماشین بشینه. دست و پاش مثل چوب سفت و بی حرکت شده بود که حس می‌کردیم اگه پاشو خم کنیم استخونش میشکنه. بلیط هواپیما گرفتیم و با پسرش راهیش کردیم.
من و محبوبه موندیم تو ماشین با یه بار سنگین درد و سختی. وقتی توی پارکینگ فرودگاه نشستیم توی ماشین که حرکت کنیم سمت مشهد، جفتمون با صدای بلند شروع کردیم به گریه کردن، چون با 1000 امید اومده بودیم تهران، ولی فکر نمی کردیم معصوم اینطوری بشه. تو مسافرت‌های قبلی از تهران تا مشهد رو من نهایتش 9 ساعته می اومدم، ولی با خستگی که به تنم توی اون 1 هفته نشسته بود و ناامید شده بودم 17 ساعته اومدم که باورش برای محبوبم سخت بود. کشش رانندگی نداشتم و بهتره بگم جونم بالا اومد تا رسیدم مشهد. همه ناراحت بودیم که معصومه با یه نمونه برداری به این وضع افتاده. مدتی گذشت، کم کم حرف زدنشم به مشکل خورد و اون تومور لعنتی هر روز بیشتر پیشرفت میکرد. معصومه کلماتو جا به جا میگفت و نمیتونست بگه چی میخواد. کم کم قدرت کلامشو از دست داد و ما خواهرها با شناختی که ازش داشتیم با سختی میتونستیم بفهمیم که وقتی ناله میکنه چی میخواد. شده بود عین یه نوزاد که با گریه میفهمونه چی میخواد. شرایط خیلی سختی شده بود. روزا محبوبه و منصوره بودن و چون منصوره کمرش مشکل داشت کمتر میتونست بیاد و شبا من یه سر ناله میکرد، گریه های سوزناکی میکرد که جگرمون میسوخت و کاری از دستمون بر نمیومد. دکتر گفت باید شیمی درمانی و همزمان پرتو درمانی بشه. شرایط دوباره سخت شد چون باید انتقالش میدادیم بیمارستان. کارای اولیه رو کردیم و به امید اینکه شیمی درمانی جواب میده راهی بیمارستانش کردیم. هر کسی میومد تو اتاق میگفتن این خانم چقدر خوشگله، حیف این خانم که این مریضی رو گرفته. خلاصه درمانش رو شروع کردن، ولی نه شیمی درمانی و نه پرتو درمانی هیچ کدوم جواب نداد و بعد از 1 هفته دکتر ترخیصش کرد. وقتی از بیمارستان انتقالش دادیم به خونه خیلی ناامید شده بودیم. شرایط معصومه هر روز بدتر میشد تا اینکه بعد از 2 ماهی که از شیمی درمانیش گذشته بود تعداد تشنجایی که در روز میکرد بیشتر شد و همین باعث شد که حالش بدتر بشه و رفت تو کما. سریع به بیمارستان انتقالش دادیم و 1 هفته بیمارستان بود. علائم حیاتیشو کم کم داشت از دست میداد. روزی که با محبوبه بیمارستان بودیم بعد از بیمارستان رفتیم حرم. به محض دیدن حرم دیگه نفهمیدیم چی شد که هر دومون با صدای بلند گریه می‌کردیم برای خواهر مظلومم. از آقا خواستیم که بیشتر از این عذابش نده و اگه قرار خوب بشه شفاش بده، اگه قرار نگهش داره و عذابش بده از خدا بخواد که آسمونیش کنه. محبوبه رو بعد از حرم رسوندم خونش، چون واسه بیمارستان پرستار گرفته بودیم که مراقب خواهرم باشه و خاطرم جمع بود که کسی هست مراقبش باشه. ولی بازم دلم طاقت نیاورد و برگشتم بیمارستان. معصومه خوشگل بود، خوشگل‌تر شده بود، پاهاش سرد شده بود، دستاش سرد شده بود، فقط نفسی روی سینه‌اش بود، ولی نمیخواستم باور کنم و قبول کنم که خواهرمو دارم از دست میدم. 1 ساعتی کنارش بودم، باهاش صحبت میکردم که کنارتم و تنهات نمیذارم، که یه لحظه چشماشو یکم باز کرد و دوباره بست. خوشحال شدم، فکر کردم داره برمیگرده که یهو حال مریضی که توی همون اتاق بود خراب شد و منو پرستارشو بیرون کردن و چون من قلبم مشکل داره پرستارش گفت شما برین من هستم. معلوم نیست دوباره کی بذارن من برم تو اتاق. 1/2 ساعتی گذشت، بازم اجازه ندادم بریم داخل اتاق. من خدافظی کردم و سوار ماشینم شدم و رفتم سمت خونه، ولی دلم پیش خواهرم بود. صبح که شد پرستارش گفت یه سر میتونی بیای بیمارستان؟ گفتم چی شده؟ گفت بیا. من دنیا رو سرم خراب شد. وقتی رسیدم بیمارستان دیدم خواهر گلم تموم کرده و همون موقع که کنارش بودم نفسای آخرشو میکشیده. برای آخرین بار چشمشو باز کرد و منو دید و وقتی من از بیمارستان رفتم تموم کرده بود. میخوام بگم گاهی وقتا توی دعا کردن ما مشکل داریم. فقط یه چیزی رو به زور از خدا میخوایم، این میشه نتیجهش. شاید اگه از روز اول اینطوری دعا میکردیم که خدایا خواهرمو به دستت سپردم و از سر راهت کنار بیام، خودت نگهدارش باش، بهتر جواب میگرفتیم و دل شکسته همیشه بی جواب نمیمونه. وقتی با دل شکسته رفتیم پیش آقامون، امام رضا خودش جوابمونو داد و نخواست بیشتر از این عذاب بکشه. در هر صورت خواهرمم رفت پیش پدر و مادرم. روزای سختی رو در نبود این 3 عزیز گذروندیم. 16 سال از آسمونی شدن پدر مهربونم و 12 سال از آسمونی شدن مادر گلم و 16 ماه از آسمونی شدن خواهر مظلومم میگذره.
روح همه عزیزان آسمونی شاد و در آرامش. به لطف خدای مهربون و توکل به خودش بعد از این مشکلات و مصیبت‌ها خدای مهربون منو در پناه خودش نگه داشته و حال دلمو خوب کرده. در حال حاضرم لطف شامل بچه‌هام شده. رضا مهندسیشو گرفته و ازدواج کرده. الان صاحب 2 دختر خوشگل و ناز شده. پسر دومم امیر لیسانسشو گرفته و اونم ازدواج کرده. 1 سال از ازدواجش که گذشت ایست قلبی کرد که خدای مهربون اونو دوباره به من هدیه داد. پسر سومم علیم بعد از اینکه 2 دیپلم گرفت الکترونیک و حسابداری و اونم به لطف خدا ازدواج کرد. خدا رو شکر میکنم که زندگی خوب و خوشی رو در کنار یوسفم و پسرای مهربونم و عروسا و نوه های خوشگلم دارم. امیدوارم زندگی همتون سرشار از محبت و مهربونی و آرامشی از جنس عشق باشه و عشق پاک رو تجربه کنید. تکرار میکنم، عشق پاک. امیدوارم همه شما دوستان گلم زندگی شیرینی کنار عزیزانتون داشته باشید. آرزوی قلبیم اینه که هر کسی سایه پدر و مادرش روی سرشه خدا اون سایه رو کم نکنه و هر کسی پدر و مادرش در قید حیاتن الهی زنده و سالم کنار خانوادهشون باشن. قدر عزیزانتون و داشته هاتون رو بدونید. موفق و عاقبت به خیر باشین.